سلام مجدد دوستای عزیز، امید است که هر جای هستین خوش و آرام باشین. ما در قیریه قرار داریم که در کل دار و ندار خود حدث دادن، خانه های خود حدث دادن، مسجدی که عبادت میکردن حدث دادن، کلینیک جای صحی بود حدث دادن، مدرسه خود حدث دادن، خانه های خود حدث دادن، دار و ندارشان چیزی که داشتن حدث دادن. کاکای ما میبینید پایکاش لچه میجه، واقعیت جگر آدم خون میشه. در کل بسیار دردآور است وطن داره. کاکا جان خود در جریان سیل که آمد کجا بودی؟ ما در جریان سیل آمد بیادر همیشه که آمد سیل شد. ما خود کشیدیم و طرف پشت سر یک تیپه است. دم تیپه کشیدیم قیبه چکش خود. این خانما در اینجا استاد بود. یک دفعه خانمای ما دید که سیل آمد، اینا هم از پشت سر ما آمد، پشت سر ما آمد دم تیپه. یعنی بیجا مکمل آبادی بود. نمی‌بینی شبه که می‌بینی هم آبادی بود. یک خانه برادر ما سه دوجا بود. این خانه ما نمی‌جا 5-6 خانه زندگانی می‌کردیم نمی‌جا. اما نمی‌جا یک بچه ما قاری قرآن بود از پاکستان 2 سال خوانده بود. دمی 2 سال 3 صندوق 4 صندوق کتاب آورده بود برای کلی مردم معلوم بود از پاکستان بار کرده. یکش مولایی بود. امیت 2 3 4 صندوق تکبند کتابای بلندبای کتابا بود. کتاباش همش سیل برد. نمی‌جا خانه در این موقعیت در این خانه استاد بود. دیگه خانه‌های ما را همش نه قالین مان، نه گلم مان، نه توشنگ مان. یک موتورسیکل بچه ما 60000 70000 خریده بود. او را برد. یک سرش خریده بود. او را برد. یک فرغون ما در اوج استاد به فرغون موترتان هم برده. دیگه ما هیچ چیزی دیگه زندگی نموند. بس خلاص این اتاقای ما رو می‌بینید که نظر اندازی کنین که بس خلاص این اتاقا رو امسال 3 لک یک مسافر شل بود نتونست بگریزه اون اتاق زنده 3 لک 4 لک روپیه من امسال در این اتاقا مصرف کرده بودم. یک این اتاقا مانده شیشه شده پرشیده آب داخل که در میاد در این 3 اتاق او پرسمت دور 3 رو شده که مرد کار گرفتیم در این اتاقا را لایقش میکشه تا هنوزم نیمی یک اتاق لایقش نکشیده. یعنی اتاقا لایقه پر شو ما تا یک وقتی شو اینجا زندگانی میکنیم. بعد اینجا در خانه یک برادر دیگه میریم اونجا زندگانی میکنیم. مال جان نیست که ما بریم شو استراحت کنیم. برادر ما آباد نیست که خانه از هیچ دمی منطقه ما یک خانه آباد نیست. یک خانه آباد نیست. شو ما دنیم بخوای جال دنیم جا روز میکنیم. ما میبینیم شو نمیشه یک کمپل هم نداریم که در گرم پرتا کنیم. برادرها کمپلا رو میاره اگان تا که زوراوار است کمپل میاره او میگیره مثل که ما غریبی دنی لای ترشدگی رسانش کس نمیخونه نه کمپل میرسن نه لام میرسه هیچ. این میرقم گبا سر از این مردم است دیگه. خدا شما مردم اگر برتان قوت بده و اگر همکاری شما برای ما مردم اگر بکنید یک سیدگیری ما یگان خیمه میمه یگان چیزی بیا یکی ما اینجا بزنیم در ما یک سرپناه شاه نشو دیگه فعلا هیچ چیزی وجود نداره برادرم میگه. یعنی رقم قضیه است. کل چیز حدث دادن. کل چیزی را یک غیر خودی جان ما مالم از دست دادیم و آبادی خانه را از دست دادیم. نه برنج مونده، نه روغن مونده، نه دیل مونده، نه کاسه مونده. شهیدم در قیره ما 12 نفر شهید. دمی 10 نفر دمی مسجد ما شهید شده. 10 نفر 12 نفر دمی مسجد ما شهید شده. حالا مرده هایش تا از زیر خاک پیدا نکرده. مردم ها میپاله تا هنوز مرده هایش پیدا نکرده. یک تداش یافته یک تداش نیافته. مردم ها همینطور در بدر. نالی ما یک چیز نداریم. یعنی ببینید داشتگی ما یک بشکر یک همسایه ما برای ما کمک کرده که خانه را خیلی ببینیم. بیا بریم. خب دوستا کاکای ما میگه که اینجا یک خانه بود. نه این خانه. حالا هیچ چیز نیست. در کل بردش خانه را دیوالایش، دستکش، کرسیش، فرشش، ظرفش همه چیزش برده دیگه. خدا را شکر که خودتان زنده است. سرتان زنده است. درین نمی گاره بود بین سلمان دادم. ما خوراک رزد هم درین گاره. ما گرفتیم درین گاره اوجا خاوکدگی بود. گاره را بین سلمی جمان ما سر خلاص کردیم. ما گفتیم مان دیگه. اما زنگاز کرد همیزرات هم درین گاره نیم قدی گاره را مینه. نگاه که قای گاره بسته کدگی ما گرفتیم هم مانده. خدا شکر که خب او دانه آدم که باشه در زندگی خداوند میتونه که ما را نگاه بکنه. یک تعداد وطندارای ما را میبینی حالیم به خاطر کشیدن امو لایه ها و لای و اینمی چیزا دست به کار هستن و تقریبا 3 روز میشه که 3 روز پیش سیل آمده بود که تا هنوز هم وطندارای ما دست به کار هستن و امو لوش و نمو خطوی که از در خانه ها آمده بود امو را میکشن. بیادر جان خودت خوب استی؟ ما خامده نتانستم اینجا چیز یافت است.
تسلیت باشه چیزی که جانب خدا است. حالا دیگه چیزی نمانده اونجا چی را میکشی؟ اگر چیز را بکشی هم خو نخواد قابل استفاده باشه. نه قابل استفاده نیست. همین اتاقا یک ذره گل پوشیدن بکشیم که دیگه خشک شد داخلش. یک کم خی خدا نزدیک بکو. دیگه حالا جایی نیست که آدم شو روز تیر بکنه. اقلا یک سقف باشه که تم اعضای فامیل خود آدم شو تیر بکنه. دیگه چارم نیست که اگر این لایار هم نکشی دیگه آدم کجا باید بره؟ دیگه جایی هم نیست. و کاکای ما گفت اگر بری کجا بری؟ همیشه اگر دوست خیش بود از کلگی به می شکل شده. همین رقم شده دیگه هیچ جایی باقی نمانده که ما اگر این خشکش نکنیم اینجا نیست که دیگه بشینیم. خب بعضی چیزایی که مبره از قابل استفاده است یا مکمل است. استفاده نیست خلاص است. تمام دیگه استفاده نمیشه از چیزایی که از داخل میبره. و شما تلفات جانی خود نداشته فضل خدا؟ جانی خدا را شکر نداشتیم. نه فقط مالی داشتیم. مالی دیگه خانه دوستان میبینن که هیچ چیز نمانده، دار و ندار خدا همه چیز را دست دادن. لباس ندارن، چای ندارن، نان ندارن، نو ندارن. تنها یک سر و خودشان مونده. مزاحم تا نمیشه اومدیم که خبرتان بگیریم. چیز اگر گفتنی داری به کسایی که نمی لازم و خودت بیننده هستن، با هر چیزی که ضرورت داری و هر چیزی که در دلت هست بگو دیگه. ما کمره ما در خدمت. زنده باشی. تشکر بیادر. هر دوستی که برای ما کمک میکنه زنده و سلامت باشه. خب تشکر. خداوند بر شما غم آخر داشته باشه. خداوند در مقابل همه مصیبتایی که بر شما نازل شده خداوند در مقابلش هجر دنیا و آخرت نصیب کنه. ما چی داشتیم؟ مرغداری داشتیم، یک فارم داشتیم که چقدر شهر مرغ میدادیم. همه شب بود. دیگه زندگی در ما نداشت. چیزی سرمایه داشتیم که چند لک پیسه بود. مرغا مردم ما یک بنس یک چی بودیم که در ملت ما مرغ تولید میکنیم. از پاکستان میاد هیچ نبود. همش ما برد. یعنی ما فعلا یک کالمون مونده. خانه ما پایین است. خب با شما فرمایتان در کجا بود که پایین است؟ در ما هیچ کی تانوز دسترسی تانوز نرسیده. حالی که برای داخل فرم هم مرغ روی لایقم تخو است که کسی هیچ کس تانوز در ما دسترسی نکشیده. خب نزدیک است کجا یا دور است؟ خیلی پایین است. خب در کل وطندارای ما متضرر شده. هر کس نظر به مو سرمایه خود. اگر دیگر سر چیک سرمایه بالا می بود اینم قدر نقص زیافتر می شد. بیادر ما میگه که فارم داشتم، فارم مرغداری داشتم که حالا در فارم هیچ چیز نمانده. مکمل فارم از پایین رفته دیگه. مرغا از پایین رفته. کلش برد. چند بوجی دانه که یک موتر اجاره همش کلش برد. دیگه در ما هیچ چیز زندگی نمونده. دیگه ما نه خانه مونده نه جا مونده. ما هم دیگه یک کیسه را بگیریم و تا طرف ایران بریم به کارکندی. در ما جا زندگی نمونده. دولت و ملت عزیز خواهش میکنیم که در ما یک جا تعیین بکنه. از این قرار است که به مستحق دادن نمیشه. با کلی همون کمک‌های خیریه از هر جهان، از هر ملت، از هر مسلمان و از هر منطقه‌ای که میایه، ولی گفتن مردک به مردم به مستحق نمیرسه. به این مردم نمیرسه. تا مسجد آرده متضرر دیده، جایش دیده بخشش برسه. هر مسجد لیست بگیره هم مستحق بده. در غیر از اون دما مردم نمیرسه. پاک اگر ما این کسی مثلا بینه یک چهار قپاق دم در داد ما میزنه. چرا گفته مردگی ابلاغ میگیره؟ خب با واقعیت یک تعداد هموطنای ما که متضرر شده و یک تعداد وطندارای ما که متضرر شده و امودار و ندار زندگی خود حدث دادن. یه چی خوب است که کمک‌های امدادرسان خودشان از نزدیک بیان، با چشم خود ببینن و سروی بکنن. امو کسایی که مستحق است مثل کاکای ایتا کمک‌ها هزار دفعه در افغانستان شده، هیچ در ملت غریب نرسیده. هر کس از این تعمیرات ساخته، از خونی از این مردم گفته ملت هم خراب شده. فهمیدی؟ اینطوری هزار پادشاه در افغانستان گفتن سرازیر شده ولی خیر هم نیده تا که به دست خود در دست مستحق نتید.
بدون شک. خب وطندارایی که کمک میکنن ای چی خوب است که می کمک خودشان به دست خود به نیازمندان برسانند. دیگه یکی از خانه ها است که هیچ چیزی نمانده، اولیوش و دیوال و محوطهش مکمل از بین رفته. خانه بوده که بسیار به شکل استاندارد و زیبا در اینجا ساخته شده. در نظرم فامیلای از این خانه در ایران زندگی میکردن که تقریبا بیا تو رفیق کم کم خوب است انشالله. جور است، بخیر است، آرام است. امی خانه زیبا و مقبول است. کی بیده کال سرش نیست؟ بچه امگمون استغفار بود. استغفار بود در ایران بود 10-12 سال را. بعد از 10-12 سال آمد. چند سال گفتم من در ایران ماجر بود. امی قدر یک زندگی پیدا کرده بود. این میامده یک اتاق جور کرده است کلا مادرسی که بچه داشت. این میرم سوی ولی خودش هم نیست. در ایران است. فقط اشتکای شهری میگه گفتم من یک بی سرپرست. یعنی میگه صبح از بعدش زخم خوردم بعد زخم خانه داشتم همش بوده وسایل دیج نمونده. خب در این جای نه پالی مادر ما استاد هستیم که می خانه مربوطش میشه. دیگه امی خانه از شما میشه خاله جان. خب خاله جان خانه کل چیز عدس دادین دیگه هیچ چیزی نمونده. خودتان مریض هستی؟ مادر جان ما رو مریض است. دادم یک چیز همش دائمی قوم خیش من معلوم است که یک چیز نگرفتم به من. داخل خانه شیشته‌ای بودیم. داخل خانه شیشته‌ای بودیم. یکی سر صدا شد مرمی زده شد. ما گفتیم برو برمدیم که چی بس گفتیم یار مرمی زده شد. ای تیپا من بود. ای تیپا که برمدیم درم پیش نکردیم. 7-8 خانه داشتم همش 5-6 سال 9 سال 10 سال در ایران بودم پیدا کردم در سر امی اولیم زدم در امی خانم زدم همش در مصرف کردم. زندگی من نو درست کردم که انسان نمی سیل آمد همش گرفت رفت که یک دمه یک اینمی چیزی نموند که این درست رشته که در میدان است هیچ چیزم ندارم. اما نه خوراک است اما نه هیچ چیزی نیست. چرا ما بگم خب در کل خیریه در کل مستحق است. تمام خیریه دار و ندار خود عدس دادن. هیچ چیزی به زندگی ندارن. مادر ما میگه هیچ چیزی ندارم. بریم ما اونجا خانه میشم بودم ما اینجا مهمان خانه ما بود. این مهمان خانه بود ما برم اونجا خانه رو دست شام بودم که چیکار شده اینجا بیا. نشون دادم من خانه رو دست شام بودم که این مهمان خانه بود که اونجا مهمان خانه بود. حتی دوستا اینجا دیوال قلا بوده که حال دیوال نیست خانه نیست. تا بخنو تو تا دیوال قلم تا بخنو تو تا بود. این بعد مربوط کسی دیگه میشه. این بعد اتاق ششتنی بوده اینا. خب در اینجا اتاق بود خانه ها بود کال نیست. مشت بود یک چیز نکشیدن نه یک جان فقط خدمت قیمت 6 دانه اشتگم کشیدم دو تپا همه چیز می مادر میشه. مادر جان خوب است مادر جان. همه چیز من این خانه مثلا مهمان خانه مثلا من همه شگر رفت که یک چیز شگر نکم دام همه فامیلام معلوم است که این میره جز خودم آمدم این پرچم ای خانه است هیچ چیز زیر پامم نیست. ما دانم تیپا بودم میرم تا بیرون که تمرین رو بود را. همین جایی که ما استاد هستیم دوستا اینجا خانه نشینمن بود که همین مادر جان که فرزندای خود زندگی میکرد. حالا تبدیل به یک زمین هموار شده که هیچ چیز در مابین از اون نیست. دار و ندار مادر جان هاو برده. خدا را شکر که فرزندایش زنده است. فرزندایش هم چیزی به زندگی دیگه ندارن. سقف به خوابیدن ندارن، نان به خوردن ندارن، لباس به پوشیدن ندارن. شماهایی که ما را بیننده هستین لطفاً دست هموطنای ما را بگیرین که بسیار در حالت سختی و بیچارگی به سر میبرن. مادر جان اگر چیزی گفتنی داری همین لحظه که ما خودت در دنیا میبینید هر چیزی که ضرورت داری و گفتنی داری ما گفتنی همین که دمو چیز بده که ما داخل سرپناه درست کنیم زندگی من درست کنیم در شما از دنیا و آخرتتان هم شاه ما سرپناه بیافیم ما غریبا ما هیچ چیزی دیگه غیر خدا و شما دیگه هیچ چیزی نداریم که دمو کمک بکنیم. خب تشکر مادر جان توکل به خدا. خب دوستا خودتان دیدین که همه چیز از بین رفته قربانت همه چیز از بین رفته جای نیست بخوابیدن محوطای دیوال همه از بین رفته تمام وطندارای ما دکانم بود پلوی مهمانخانه دکانم بود لباس کالا فروشی گبسخانه همش بود که کالای لباس مردم در جانم بسیار سختی با زحمت این جور که در ایران چند
یک 20 سال در ایران کار که چیزی دارایش بود اینا مستقیم یک گردش از دست داد رفت قندوز عملیات کرد اون رفت دیگه کم خرج شد ایران رفت دوباره یعنی حالا فعلا ایران است دیگه هیچ چیزی عمل زندگیش کلا شوشتن باغ بوده بود تمام است دیگه پایین این دیگه خلاصه بسیار درآمد بسیار چی بود این فلوت. خب دوستایی که میخواین کمک بکنن خوبی است که لیست داشته باشن هر کسی را نظر به مو اندازه که متضرر شده به اندازه دیده شو برش کمک شو خانه‌اش ببینه دیگه یک تعداد میبینین که به خاطر کمک میان اونجا بسیار به بندوباری و بسیار یک حالت خراب میباشه دیگه توکل به خدا امی جایی که بوده دکانا بوده همه چیز داشته حالا هیچ چیز معلوم نمیشه مکمل یک دشت هموار شده خداوند صبر به وطندارای ما نصیب بگردانه و خداوند یک تعداد که توانایی دارن و کمک میکنن هموطنای ما را داشته باشن بیاد یک شکر میجام شبیر جان دیگه خانه ها مکمل از پایین رفته هیچ چیزی نمانده به زندگی حالی هم می خانه را دوستا خود ببینین شما مکمل از خط و لای پر است اما بعض جواری و گندم و روغن و همه چیز امرای لوش و گل گدوات شده دیگه هیچ چیزی نداره همین توشکا است که استفاده می شده دیگه مرا تو بیار کمریتا دوستا دیگه این خودتان میبینین که خانه ها دیگه هیچ چیزی نمانده اما جو و جواری و همه چیزی را که به خاطر زمستان و به خاطر زندگی داشتن کلش از بین رفته دیگه خانه ها مکمل از بین رفته خانه مادر ما است که تمی طفلا و مو سرپرستشان که مردشان بوده و هم در افغانستان نیست مسافر است بسیار سخت است توکل به خدا مادر جان خداحافظ مادر فعلا وطن در کل منطقه لحظه به لحظه هرچی که ما روز نوخ شده میره منطقه وحشتناک و وحشتناکتر شده میره بسیار مردم دولت سختی و دولت بیچارگی و مسکینی به سر میبره دیگه یک تعداد وطندارای ما به کمک ضرورت دارن دستشان باید گرفته شود خانه های خود دست دادن جان خود دست دادن مال خود دست دادن و تشکر میکنیم از یک تعداد وطندارایی که از دور نزدیک به خاطر امداد به خاطر کمک به خانواده های جامعه دیگه واقعا که در کل بغلان ما جگرخون است بغلان در غم شریک ما افغان ها در کل یک فامیل هستیم از فرزندان همین وطن هستیم درد مشترک ما است اگر یک تن ما دردمند شویم تمام هموطنای ما دردمند است یعنی مقداری را می‌بینیم به نظرم مواد خوراکه یا امکانات اولیه که به خانواده بوده انتقال دادن خداوند دولت ما را خیر نصیب بگردانه که بعض امکانات اولیه مثل دوا مثل آب آشامیدنی و بعض امکاناتی که وطندارای ما ضرورت داشته برشان آورده و یک تعداد اجساد تا هنوز هم زیر آوار بند مانده یا خانه ها مکمل به این شکل خراب شده یک تعداد به خاطر کمک از منطقه های دور شبیر جان میشه که تصویر دوستار نشان بدیم تصویر محترم یک تعداد از راه های دور به خاطر کمک به خانواده و به خویش قومای خود و اگر تانسته باشن و را نجات بدن یا خداوند خیر بتن وطنای ما را میبینید که در کل وطندارا جگرخون از در حالت استقرار زندگی می‌کنند. نخور جان خوب هستی؟ خوب هستی؟ خانه شما کجاست؟ خانه شما را ما برد؟ کل چیزایتان آورده؟ خانه تان چاپا کرد؟ کالا و بوتا و چیزایتان برد؟ تو در خیده کجا بودی و؟ ما اونجا بودیم جوان. کسی را در خانه تان اوگار نکرده سیل؟ یک بچه کاکا و قاید دخترش برده. خب بچه کاکا و دختر کاکای تا برده جسدش پیدا کرده یا تابال گم است؟ تابال گم است. خداوند مغفرت بگردانه تمام مرده ها را دوستان میبینین که دست مشکلات زیاف است امکانات نیست دیگه خودتان میبینین که حتی سر یک لقمه نان خوردن بسیار وضعیت جور نیست دیگه خودتان میبینین دوستان
که خداوند خیر بده یک تعداد وطندارای ما را که غذای آماده برشان آورده تا می شب و روز خود تیر بکنه. جا داره که دولت ما یک از طرف روزانه برای هموطنای ما با یک مقدار غذا آماده بسازه تا همی هموطنای مستحق ما اقلا همو شب و روز خود تیر بکنن. دیگه وضعیت خودتان میبینین. میریم شبیر جان، ما خودت میریم دیگه جای دیگه از اینکه چاشت از دوستا دیگه خانواده چیزی با پخته کردن ندارن، چیزی ندارن که آشپزی بکنن، دیگه مجبور هستن حتی با یک لقمه نان خشک با یک بوتل آب ضرورت دارن. کسایی که توانایی دارن انمیال روزش هست، چرا دستم وطنای خدا نگیریم؟ در کل ما شما برادر هستیم، میبینیم که از تمام قوما میان به خاطر خدمت، به خاطر امداد و به خاطر همدستگیری. یا خودتان مشاهده میکنین که یک تعداد هموطنان ما کمک آورده تا همون خانوادهایی که چیز به خوردن ندارن بر از ما دستشان اقلا گرفته باشه. دیگه توکل به خدا دوستا، یک چند تصویر بیننده باشه انشالله است. عزیز ما در جریان راه بودیم که کاکایم سر خوردیم. کاکایم میگه تو تنها می لبای سرک هم میگیره. ما برش گفتم ما آمدیم تا مو از خرابترین منطقه تان که هر جای باشه ولو گل باشه و راه نباشه ما میریم تا مو صدای شما را به گوش هموطنا برسانیم. اینجا مسجد است، مکمل محوطه مسجد خراب کرده، امو چای آب آشامیدنی خراب است. یک تعداد هموطنای ما به خاطر آب آشامیدنی ضرورت داره. دیگه معلوم نیست کی را از کجا آورده. این کمپلا و الیافار از کجا آورده، سایه وزیکی است. دیگه کاکا جان خودت خوب هستی؟ خوب است انشالله؟ الحمدلله. شکر که سر شما بخیر گذشت. الحمدلله. خانواده کسی از شما تلفات چیز نداشتین؟ بله داشتیم. یک خانواده 4 تا، یک برادرش 3 تا شهید داده، یک برادرش یکی داده، دیگه هم یک بیارزدهش یکی داده، 5 تا شهید داده. الان اولیش مکمل خراب شده، بیخی از بین رفته و اینجا 10 خانه هستن، تقریبا 10 خانه همشون از بین رفته. خو امره هی در لابی سرک مثلا میان نبلند است، میره در لابی سرک این طرف چی نمیکنه، خو این طرف نگاه نمیکنه. خو همون طرف بیا ببینه، امره به چشم خود ببینه، حالا ببینه، گپا ببینه، خرابکاری را ببینه، شهید را ببینه. خو امره صحیح منظم امره چی بکنه، توضیح بکنه، کمک بشر دوستانه را. خب السلام علیکم، بخیر باشین. خب اگر وطندارای ما خانه خود دست نمیدادن، دار و ندار خود دست نمیدادن، همون نان و بخور نمیر خود داشتن، با کمک هیچ ضرورت نداشتن. مردم افغانای ما در کل انسانای غیرتی است که در سخت‌ترین حالت زندگی شوروز خود تیر میکنه. دمی خیریه دوستا همی پیداوارشان زراعت بود که در کل باغا از بین رفته، خانه ها از بین رفته، همو کسب کاری که داشتن مثل دکانداری، فارم، زراعت، مالداری در کل از بین رفته. همی جایی که میبینین شما باغا است که این باغا هیچ چیزی نمانده، مکمل سنگای کلان خواب داده. دیگه به می شکل کاکای ما یادآوری کرد که در یک خانه بالاتر از 4 نفر جان شیرین خود دست داد، دیگر خانه 5 نفر دست داد. دیگه شدت سیل به اندازه زیاد بوده که تمام قریه را هر گوشهش و ویرانیای خود داشته. خب کاکا جان خود در حالت که سیل می آمد کجا بودی؟ ما همینجا وقتی که 3 بجه سیلاب آمد، بیخی از بالا اینجا باران نشده بود، بالا باران شده، یک دم سیل آمد لغت کرد، هیچ طرف گریخته نتونست. اما
اشتکا زیاد تلفات دادن. این طرف برای برای تصویر بالا را بگی. این طرف برای دوستا همی بالا که میبینیم مکمل یک دریا جور شده در صورتی که اینجا باغ بوده، خانه بوده. ببینید خب در طرف از عقل انسان بیخی دور است دوستا. اون طرف هیچ نیست، این طرف خرابکاری در این طرف است، در لاب سرک هیچ نیست. این طرف ببینید، ببین حواله رو من نشان میدم. احتیاط بکو دوستان. میبینین که در این مسیر مکمل خانه ها از بین رفته، کشت زراعت مکمل از بین رفته. همین زمین های گندم بوده، اما یک کم کم جودرایش معلوم میشه. مکمل خانه ها از بین رفته، اولیا از بین رفته، دار و ندار هموطنای ما از بین رفته. درخت که هیچ وقت تصور نمیکنی که از بیخ کنده شوه، قوی ترین درخت که بالاتر از 40-50 سال عمر داشته، درخت های بسیار قوی را از ریشه کنده، خانه ها را از بین برده. اما حیوانات مثل گوسفند و مرغ و گاو مواشی که داشتن مکمل از دست دادن دیگه. اما امکانات که مثل آرد و روغن و برنج مکمل از دست دادنی های خودتان خوب است میبینین تصویر. مکمل اولی پر از لای و لوش است، خانه ها مکمل خراب شده، چپه شده و اگر آباد هم است تا کمر از لوش و گل پر شده دیگه. اینی یک تعداد فامیلا و خانواده ها هستند که امو خانه های خود دست دادن، یک سایبان ندارن، یک محوطه ندارن که موشه و روز خاطر بکنن دیگه. نایلاج ازی که دیگه جای ندارن، همشان با هم یک جای شدن، در زیر یک درخت شو روز خاطر میکنن. نه تا امو نان خوردن ندارن، امو امکاناتی را که شو روز خاطر بکنن نیست، مثل خیمه، مثل امو لوازم امکانات اولیه دیگه. مکمل قریه از بین رفته. خب خودت گفتی که شهید شدن، در کجا بود؟ شهید شدن یعنی حوالی 4 تا از چی کردن. یک برادر جدا 3 تا دادن، یک دادن، یک کاکاش یک دادن، 5 تا شهید دادن. یعنی شهید ندادن، یعنی خسارای اینه حوالی اینه خسارایش ببین. اون پایین حوالی همه وتقاش اون داره زایی که پایین. اینه ببین، یعنی 2 تا حوالی همش ببین. 2 حوالی دیجاست، یک حوالی دیجاست، 4 حوالی دیجاست. اینه خوب صحیح ببینین دوستان. خودتان خوب است تصویر مشاهده میکنین، میبینین تمام امی اولی ها و نمو جای دیوال طرف است. اون که نفر که برآمد یک اولی دانجا همش مکمل از بین رفته. در خانه ها و اولیا خیلی درآمده نمیشه. نه درآمده هیچ چی نمیشه. ام گیل امی این یک متر یک متر گیل هستن. برو شد جان پنجو. امی مواشی ها هم در نظرم که سیل برده بود، معلوم میشه که جانش کلپور است، حالی هم جور نیست، معلوم میشه که مریض است. تمام مواشی خود مثل گاو، گوسفند، بز همش حدث دادن، خانه های خود حدث دادن، دار و ندار خود وطندارای ما حدث دارن دیگه. چیزی به زندگی ندارن غیر از امید خداوند. مکمل اولیا است، لوش و گل و پر شده که تا داخل در آمده نمیشه. کمره تمره برو مرتو بیا. مکمل در سر بام بیا تو بیا. خب دوستا دسته که شدت سیل قوی بوده، بسیار سنگای بزرگ از طرف بالا آورده که امو تکر امو سنگا باعث شده که امی خانه ها، امو اولی ها، امو دیوالای اولی مکمل از بین بره دیگه. دمو پیش روی اون ما چون مشاور جان ما در تصویر میتونی گرفته نمیتونی. یک موتر است. خب بیا تو میریم چکرخانه میریم نمیخواد داخل اولی دیگه. خوب است دوستا، این یکی از گوشه های قریه است که ما آمدیم در این قریه دیگه. مکمل روی اولیش از لوش پر شده دیگه مکمل. خب یالا دیگه خانه ها در کل خراب است. این داخل ها کنش لای پر بود که این لای سر خالینا کن لای بود. این لای کش نمیبینید دوستا، آن خودتان با چشم مشاهده میکنید تا به می اندازه لای بوده. اما وسایلی که زندگی میکردن همش زیر لای شده دیگه. اینمی چیزایی بوده که نه زیر لای است. اونو برام اتاق بود که اتاق برده همشه.
او طرف اتاق کلش او طرف او طرفش یک اولی دیگه بود که او اولی از خدمت بود که بیخی لاش برده که اگه رقم پایدارش کمتر بود بازم دیدم میتونم نزدیک بیا میریم دیگه از کدام را بریم ببینیم میریم دوستا در کل ویرانی است جگر آدم داغ و داغ میشه به خاطر هموطنای ما که چقدر وزامت و مشکلات خانه جور میکنن تمام خانه هایشان از بین رفت دار و ندارشان از بین رفت دیگه چیز امید در زندگی نمانده غیر از امید خدا خداوند باش همراه از یا خداوند برشان صبر نصیب بگردانه خداوند دیگه همچو یک حادثه دلخراش دیگه در افغانستان تکرار نکنه با واقع تمام هموطنای ما دردمند است و مستحق هستند دار و ندار خود حدث دادن چیز دیگه امید در زندگی نمانده داخلش هوا پر است این اتاق است که داخلش هوا پر است کلی اتاق هم رقم هوا پر است که سیاست را که میبینی ای از امی اولی سوازی اولی سوازو اولی پایین است یا اطراف کی اولی را که سیل برده کلی هم سیاست را جمع شده اینجا ببینیم که اولی را بخش نشون بدم خب از طرف شو باز کجا میرن سیاست را و طفلا از طرف شو که است میبرن میکو میبرید دیگه کدام خیمه مایمم تا الان کمک دما نشده که ما بگیم که اون خیمه بزنیم که ما اونجا بشینیم بعد اونجا بعضی جاشون قوم و فامیلی که دارن میرن خانه قوم و فامیلشون میره دیگه بعضی جاشون همیشه هستن یعنی بیچاره که کس کو نداره میره لایش دین ما کشیدیم دیگه می دو اتاق را که دیدی سر من لای و نم همجا خواست یعنی اولی از خدمت است که اینجا پایده ولش اینجا بود دیوال اولی دمی قسمت بوده یعنی اون صفحش مونده که دیگه لاش مامت بود که یک کالای خدا گرفته یک کالای خدا ما گرفته برمدیم یعنی این چیه این خانه خدمت است میبینی این خانه خدمت است که یعنی لاش یک کالای جار مقام یک تفلک من برد دیگه 7 نفر بودیم یک تمنا برد که 6 تیم ماندیم اونو اولی که از بیادرم است اگر میخوای که نزدیکم بریم از نزدیکم بریم موتر میبینیم اون تو گردن میکنیم ان شاء الله او از بیادرم است که اون لاش برد که اونجا یک ایلگاوش مونده دیگه اون یک بدن دیو دولش مونده دیگه چیزم نمونده اونجا این رقم خرابی است دوستا میگن میگن جولی ما بود هیچ تیاگس نمیکنه که جولی بوده باشه مکمل دار و ندار انمو تو خاکروف بردم رای خود نمیتونم که میرین موتر میبینین موتر میبینیم خانه ها در کل خراب شده دیگه این خانه که از دو خانه او طرفم که اوج یک رودخانه است از رودخانه او طرفم دو خانه را امیر رقم خراب کرده مثل امی همسایه‌واری زده که از بالاش زده و از پایینش هم برمده خیس رفته یعنی اولی خودت دیگه برای خودت چیز نمونده برای خود مرا خودت آور که داده دیگه آجتی گفتن چی است که ما بگم که لباس مونده نه کالای مونده هیچ چیز نمونده غیر از امید خدا غیر این صفای خانه مونده خب دوستا خودتان دیگه موتر میبینین اگزوم بکو حدث شدت سیل قوی بوده که بسیار درختای کلان این درخت سیاره که میبینید این درخت است از زور انسان بسیار بالا آورده کشیدشان بعض حیوانات است اون موجه را زوم بکو یک دانه گاو ما موجه افتیده اون میجه این پایین وطندارای ما مواشی خود حدث دادن زمینای زراعتی در کل می زیر پای ما که زمینای زراعتی بوده کلش کشت کار گندم بوده دیگه مکمل از بین رفته وطندارای ما متضرر شدن مستحق هستند باید دستشان گرفته شود یک روز دیگه در کل وطندارای ما دردمند هستند دیگه خداوند همچو یک روز همچو یک حادثه دلخراش را دیگه در افغانستان نبیاره که وطندارای ما به همین قسمی که بالای دیوال برمد پایین دیوال خراب کرده اگر نزدیک میرین آن بر اینجا صاحب کنیم میتونه نشیب هم قرار هم نشیب که طرف داریم صحیح است ما میریم دوستا بالاتر از نیم متر یا 1 متر لای خود داده مکمل قیریه را امرای خود برده دیگه خودتان مشاهده میکنین همه بالاتر باغا بوده که همه دار و درختش شاید که داخل چقدر مرده باشه ولی فعلا خوی یک حالت است که ما اینو پس کنیم میتونیم که مرده را زیر بکشیم او داخل او اولی هم که دیدی او فقط تا پیش بریم ما را همین رقم چی است این حتما مرده داره که میبینی پاشا دور میکنه ولی کوی این کنه که ما بکشیم دیگه کشته نمیتونیم دیگه چی رقم کنیم یک تعداد دوستا یک تعداد اجساد هنوزم در زیر آوارا گیر مونده انمیال ما که میجا هستیم یک رقم اسم میکنی که یک بوی است انسان اگر از 2 روز 3 روز زیاد وانه بوی میگیره
دیگه اگر امکانات باشه که می جنازه ها را از زیر آوار کشیده شود خداوند شهادتشان قبول بگردانه. معلوم نیست که چقدر انسانات از زیر از گل و خاک هستند. دیگه چاره نیست غیر از تسلیمی. در این منطقه که این مردم کلش غریبی است که اصلا دن زبان نداره، چیزی گفته نمیتونه. این تو کسایی است که خانهشان جور از اونو چورو چپاول میکنه، برای از او کمک میرسه، برای از او کمک نمیرسه. تا هنوز کمک از طرف دولت هیچ برشان نرسیده. فقط یگان آوی مدنی یگان نانی که مردم میره قدمی گزارش گشته. ما از امارات اسلامی افغانستان میخوایم که برای از یا کمک کنه، از نزدیک بیان خانهشان ببینه، بازرسی کنه. خانه اینا اوار شده، امیال از جای نشست ندارن. من خودم از قندوز آمدم، اینجا دیدیم که جای ندارن. مامایم است، با خدا خیستم رفتم در یک جدی صاحب کردم. فقط از دولت ما میخوایم که یک جان سپاس از یا که مرده های ما را انتقال دادن، شهیدای ما را انتقال دادن، بازم یک جان سپاس که و همکاری کنن. تشکر از تشکر. در قریه فلول یکی از گوشه هایش آمدیم. در می جریان که می آمدیم یکی از دوستا یا کاکاوا سر ما صدا کرد شما همون نزدیکایی که به سرک نزدیک از شما رفتین دیدن. دیگه خواستیم که یکی از گوشه های قریه را که یمی سیل تا کدام قسمت عوارض و تخریبات داشته ما آمدیم. همین جای خانه از هموطنای ما است که در کل دیوال اولی را از دست دادن، همون خانه هایی که داشتن از دست دادن، همون دار و درخت که داری اولی بود مکمل از دست دادن. دیگه چیزی به زندگی ندارن، مکمل خانه ها از لوش و گل و همین چیزا پر است. دیگه خانه ها مکمل شکستی شده. خانه هایی که امو وسایلش تا هنوز کشیده نشده. بیا شبیر جان، این دوستا خودتان میبینن مکمل خانه ها از لای پر است. امو یک تعداد توشک ها و امو وسایل ها که مانده یا هم زیر گل هستن که اگر بکشی هم استفاده بسیار بسختی میشه. دیگه امو که بکشی هم او باشه که ربوش یا لو بخوردن پیدا نمیشه. خوردن نداره مردم میشه. کل در پیشتر همین مردم کمک داشتن هست ما اون خورده. خب صاحب از خانه کجا هست؟ نه صاحب خانه. این خانه که از یک بیادرش شهید شده گیسته خواه. این خانه از اون است. او برنه از خیلی از یاسی این بیچاره اینا یک خانه است که بیوایی چم چیه این مادر. باش شما برم پیش مادر. مادر جان باش که اومدم پیش خودت. پیش خودت تسلیت باشه مادر جان. خداوند برتان صبر نصیب بگردانه. چیزی که جانب خدا است. خودت در کجا بودی؟ کل چیزا بیبی جان مادر جان عدس دادی دیگه هیچ چیزی نمونده. هیچ چیزی نموند. خودم گیرختم رفتم. خودم گیرخته رفتم و رفتم. کسی از خانه تان اوگار یا خدای نخواسته؟ نه خدا نخواسته اوگار نشد. مرغا من اوگار شد. تا یک تنت مونده سه تا گم شدم. تا سربگون گم شد. خب مادر جان ما تلفات مالی داشتن. هم دار و ندار خانه خود حدث دادن، فرش و توشک و همون مالداری مثل گو و گوسفند و همه را حدث دادن. دیوال حولیشان مکمل خراب شده. در کل مادران مرغای خود دوست می داشته باشه. میگه مرغکایم گم شد. میگه هیچ گم شده. اینم یک دانه مرغکش مانده. کلش مکمل. این بیچاره یک بچه ای بود که بچه شهید شده خواه. این دیگه فعلا بیوه است. دیگه اینمی چیزی نداره که مثلا گپ چیزی داشته باشه. یعنی فعلا سرپرست خودش یک اینمی مادرش خشدامنش است.
خجامانش یک زن است او شهید شدگی هم بسیار کدام بچه مچه هم نمید دو تا دختر است که اینو دخترش اینه اون دو تا دختر است کدام چیز اونو اولی و برنه که از بیادر از بچه است این از بچه است که بیادرش است او بیچاره هم در روزگار خودش بازا میره آدم مردم غریب مردم هستن رنجیده این اولی شالی که این دایی کی دیوال بکنن این کی دیوال بکنه چه سرپناه بکنن بشینن مردم رنجیده و این بدبختی سری مردم غریب است یا چیکار این چیزی که خودتان دیده رسین که مردم اون اولی دیگه هم رفته ببینین که اولی از او بچه است که برش وطندارا در قریه فلول مکمل قریه از بین رفته مکمل خانه ها از بین رفته چیزی که آمده سنم یک میل سلاکی داشت و هر چیز داشت میرم کشکا برده است خورده است نمیشه لاگ ان شاء الله دمینه توبال کمک هم دخش نماده پرسان نکرده که شما اولی ترسل بود چی نبود گفت ان شاء الله طرف مینا کسب سعی نکرده شما یک تعداد خانواده ها هستن که مردینه ندارن مثل می خانواده که مادر موریس پیچ سفید و بیوه و خودش ضعیف نمیتونه از توانش نیست که تا مولا به سرک برسه که یک تعداد وطندارای ما که بعض مواد خوراکی مثل آب و مثل نان میارن از او استفاده بکنه یا هم خانه دیگه برادر ما که مکمل دیوال اولی خود دست داده خودت در جریان سیل کجا بودی؟ خودم در جریان سیل همیشه بودیم که سیل چیزی رسید خودم طرف کشیدیم و دیگه آمد برد چیزی نمونده ما دیگه نمی از فامیل هم کشیدی؟ از فامیل کشیدیم ما فقط همین دو اتاق ما کمی آب رفت داخلش دیگه اینی آشپزخانه و ظرف مرف و اینا کلش از دست رفت فقط دما هیچ چیز دیگه نمونده فقط سر خود کشیدیم خلاص سر گرفته برمدن دیگه چیز دما باقی نمونده طوال از این خانه و چیزایی که شما اینجا تلف شده که سروی کرده آمده از شما همین پیشتر آمده یک لیست گرفتن دیگه فعلا هیچ چیز ما نرسید یک لیست گرفتن کس تو نان مانم چیزی آورد نه چیزی دما نآورده فقط قدم سربی کردن پیشتر هم یک دو تا انجینرام سربی کردن دیگه رفتن فعلا از این پایینتر هم خانه ها ویران شده از خانه شما ویران شده خانه ها پایین است ویران است این سیلاب زد تمام زمین را رفت نیست به مردم خانه ما این شکل نمیشه میبینید تعمیر رفته دم سیل آمده کلش یک رقم آور کرده رفته زمین کشاورزی است تو زمین خانه است کلش فقط این حالت است میبینید بادام باغ تراتوری مردم چپک کرد خود دم بالا رو یکی گرفته میتونه خدا جان خودش نجاتش بده این حالتی بود که وقت سیل بالا است دم سیل هیچ چیز گرفته نمیتونه موترها را برد درختها را از بیخ و ریشه کشید خانه ها را چپک کرد دار و ندار هموطنای ما را زیر خدا که نگاه میگه ولی دم جایی که نو شما که آمدین از بسیار مسافه دور رفر آوردم لخی مادر ذاتی جور کرده بود خداوند نگاهش کرده پس سر یک درخت بادام برمده همونجا بالا میشه همونجا بعد دیگه چیزی یک نفر دیگه گیرش میاد سیل کویستا شد بعد یک 20 پیج جانش پیش میاد بعد دولت آمده بود برده شفاخانه اوزی قندوز بعد یک تداوی ماده که دستش هم بیچاره مایده بود و پایش هم مایده بود ولی فعلا دم شفاخانه 20 از یک فامیل 11 نفر بودن 12 کلش هم رقم فضل خدا شهید ندادن دیگه زنده کشیدن دیگه دست مایده و پا مایده و سر مایده دیگه نمی نفرش برمدن کلاگشان یک خانه دیگه 12 نفر که مکمل شهید داده هیچ هم نیست داخلش میاد هم تدا اولیش بگو که میگه اولیش میگه توی اولی نیست امی تا پاک شوشته برده که چه هم نماندشان اما میشه کمی درد دل امی مردم قریه را تو به زبانت بگیم دوستا درد دل این مردم دیگه این مردم کل نگیش رنجیده و چیز خوردن نداره اینا فعلا یک سرپناه اگه خیمه باشه چیزی باشه که اینا بیا شو همیشه پرده چونه شو دیگه اگه لقمنانی که مثلا اگه دولت چیزی برایشون کنه 4 تا همسایه چیزی خدایی داشت میاره برایشون کنه فعلا هم تاجت یک خیمه دارن یک چیز دارن که سرپناه دخشان جور شون دیگه که اینا بیان بشینن واقعا دوستای عزیز همه چیز خدا هموطنای ما دست دادن لباس با پوشیدن ندارن نان با خوردن ندارن سقف و خوابیدن ندارن بخوای نخوای شو میشه و روز میشه مردم میتونه که چاره خدا بکنه یا یک پاتوره گرفته بغلطه گفته خودت اما خانما و طفلا برشان سخت است اگر برشان رسیدگی نشه روز به روز هوا گرم است امکانش است که تلفات بالا بره خانما و کودکا آسیب پذیر است و از انجوهای خیریه از مؤسسات خیریه صمیمانه تقاضا میکنیم تا به زودترین وقت خدا برسانن به زودترین وقت برسانن که نمیال وقتش است ما باید دست هموطنای خدا بگیریم که هیچ چیزی ندارن غیر از دربار خدا یگانه امیدش ما و شما هستیم دوستا امی کمک چیزی که از طرف امی کسایی کمک میکنن امی که ورده دست خودشان بت یا خوبه نگی دست یا 4 تا نماینده و 4 تا دور ایران آرام خور و چیزی که دنمی جا کی هستن دست دو غیر دیاری غریب بالا خاکم بتیان ای که برو بگه خانه ما خراب شد تو دم چیزی بتیم برای دیانگی نکوسبان که ما 4 تا کل کور خود مسیر کنم
کلش بفته هر کس در نفع جان خودش است. خراب شدگی و ناخراب هم ببین در جیب خودش رفته است و اشکم خودش پر کرده است. خب یک تعداد که دراست قرار دارن خیشخوری دیگه عادت یک روز نمیشه. دیگه حال روزش است که مو عقب اقدار برسانیم. هر کسی که مستحق است، هر کسی که خسارت دیده باید بر از مو برسانده شود. انمیال گفته خودت یک تعداد است خانه‌هایشان هم جور است، کوشش آموز یافته آموز که مواد اول همو بگیره. ما بیگه دم چشم خودم دیدم خانه ما دمی جنه مقتل کردم که برم در زیر منش بگم آدم خدا خانه تو را خراب کنه، خانه تو جور است. تو همین از بانک هم 4 تا غریب و غروب دیگه ما گفتم کاکا مردم سر صداش برمده رسید کمک خیری به فکرم ترکیه بود که چیز ترکیه زدگی بود همین رسیده بود. مردم بیازی ما گفتم در 4 تا غریب بود او پدر و مادر خودش پیش کرد که از ما سیل بود. اگر خانه‌ش هم سیل نه سیل بود بالا در کمرش نزدن. خب پولدار خداحافظ کاکا جان، توکل به خدا. پولدار سرمایه‌دار و زندگی دارم هستم. موترش هست که 5 6 تا موتر و کل چیز دلا بیدارش هم. اما پیش او آمده که ما گشنه ماندم دما بده که ما بخورم. این مردم است. اما کمک که فقط دست خودش کس نرسانه. این که دست مردم بده این کلانای جو همین زوربنداش جر کرد نفع جیب خود است. این پیش غریب و غروب نمیگرده که بگم ما مینا پردم مردم بتم که بخورم. دی قیریه دیگه چیزی به زندگی نمانده. این زیر سگ تشریف مکمل زمینای زراعتی از بین رفته، خانه ها از بین رفته، عمودار درختی که بوده از بین رفته. خصوصا همین خانه رو بساز در کل خانه ها متضرر شده و در یک تعداد که مردینه نداره بسیار سخت است. بعد همین که یک زن جوان و نمو خوشدامنش دیدم پیرکی کم پیر اما دیگه مردینه هیچ ندارم دو تا صغیر است. بیچاره دیگه بوی که بچه 5 6 ساله هم داشته باشه که یک چیز برای یک جا بیاره و رقم نه. اما سیاست جوان در بین 4 تا مرد کی رفته میشه که اونجا برای چیزا بگیره. چی گرفته نمیتونه دیگه بیچاره خودش دمون روزگار خودش نمیدونه میگه غلطی است. خداوند خودش یک چیز را سبب شه و بیاره بخش بده. نه او صورت است نه صورت این مردم. خداوند خودت هم خیر بده که از قندوز آمدی به خاطر کمک تو دوستا. همون شوی سیل آمد. همون شو سیل آمد باقی وقت از رای بغلان کردیم تا خودی همی از نارین تا میجره ما پای پیاده پایلیش کردیم خدا آمدیم ما پایلیش دمی دشتا سنگ و چی کنیم اینجا آمدیم میشه به اصلاح خوار زده است اینا رو بکشیم. یک خوار عمو گوانگ بچه است قوم هستم مجبور است کمکش برسیم. خداوند خیرت بده پدر جان. یعنی می چیز خداوند حسنات تصاف بگردانه. ما شما از فرزندای می وطن هستیم. در کل برادر خواهر هستیم. غم شما غم ما است، غم ما غم شما است. دیگه خداوند دیگه غما را دور داشته باشه. شابر جان ما خودتون تو میریم دینی مسیر که موترم در تصویر بکشیم و زمینای زراعتی را در تصویر بکشیم. روزت خوش، توکل به خدا. خب اما تو بریم آن تو این اما تو میریم بیا دیگه اگه باش اما تو میکنیم. خب دوستا مکمل لوش و گل خو داده همین زمینای زراعتی است. تشکر میکنیم از شابر جانم که شابر جان در بخش کمره هم کاری میکنه. در خداوند داشته باشه. از اینکه تمیم جان نبود در کرکتاب بند است، در کرکت بود بند است دیگه. شابر جان قند در بخش کمره هم روی ما میکنه. تشکر میکنیم از پیشش و خداوند در مقابل هر قدمش اجر نصیب بگردانه. دوستا رقم بوی است، حس میکنی که چیزی مرده باشه. در پولی از یک تعداد انسان ها زیر آوار ماندن. دیگه خداوند شهیدیشان قبول بگردانه. خداوند مریضا را شفای عاجل نصیب بگردانه.